کسی نیست بجز شماره 4 بریم. سلام، خوش اومدید به قسمت جدید ما. نوار خالی پرنام میکنم، سری بریم سر اصل قضیه. امروز در خدمت یکی از قهرمانان یه اوورال یزد هستم. اولی که خودتون رو معرفی کنید و بگید اوورال اصلا چیه. من نمیدونم. اوورال اول سلام خدمت شما. بله. و همه اونایی که این فیلم ها میبینن بعدها یاسر آخونزاده تیزرجانی هستم. اوورال یعنی قهرمانان به معنی فارسی. و خب تو هر رشته تو پرورش اندام چند تا رشته داریم: فیزیک، بادی بیلدینگ، بادی کلاسیک، فیزیک کلاسیک. هر کدوم از این رشته ها چند تا دسته میشه. مثلا فیزیک که بر اساس قد هست و وزن ملاک نیست، اونا یکی شلوارک پا میکنن، نمیدونم دیدید یا نه، عضلات پا اصلا امتیاز نداره، مهم نیست. اونا چون بر اساس قد هستن تا دسته 1 2 3 4 5 6، حالا خیلی سری و عامیانه میخوام بگم، مثلا میگن تا این قدر، این سانتی متر دسته 1، از این سانتی متر تا این سانتی متر دسته 2. حالا رشته‌ای که تخصص من هست و مسابقه میدم بادی کلاسیک هست، مثلا تا 1.68 سانتی متر دسته 1، از 1.68 سانتی متر بس دستا. من فکر می‌کردم وزن فرق میکنه. دوباره دسته ما دوباره قد و وزن مهمه که خیلی کار سخت میشه. مثلا یعنی قانون بادی کلاسیک اینه: دسته اول که تا 1.68 سانتی متر هست هیچ ارتفاع وزنی وجود نداره، یعنی شما قدت هر چی هست وزنت باید همون باشه روز وزن کشی. یعنی که 67 سانتی 1.67 هستی، وزن میشه چند؟ میشه 67 کیلو. نباشه هم توی مسابقه بدی باید بری وزن کم کنی. بعد مثلا دسته 2 میشه 1.67 تا 1.71، اینجا 2 کیلو ارتفاع وزن داری. یعنی شما اگه قد 1.7 وزن میتونه تا 72 کیلو باشه. بله. خب بعد همینجوری میره جلو. چند تا؟ 6 تا. 6 تا. خب از جا البته 5 تا میذارن که ادغام میکنن از این داستان ها. 5 تا 6 بالاخره. حالا و هر کدوم از این دسته ها خب قهرمان دارن، اول دوم سوم. هر کدوم اینا یه تعدادی میرن روی استیج. رشته بادی کلاسیک قهرمان دسته 1، قهرمان دسته 2 روی استیج بعد چی ثبت نام باشه. عادیت نداره. خب بله. بعد همه اینا یکی قهرمان میاد ازشون، بعد 6 نفر بعد که بله میان بالا، 5 نفر یا 6 نفر که قهرمان های هر دسته هستن میان بالا. از بین اونا دوباره اول انتخاب میشه که شما شده این هفته. بله خدا رو چند بود؟ 20 بهمن ماه 402 که من فراموش نمی‌کنم هیچ وقت این تاریخ شیری. خب حالا برگردیم به دبیرستان شما. تا کجا، تا زمانی که تصمیم گرفتید که آقا بیاد اوورال شد، قطعا برای اوورال شدن هدف دارین که بودید قبلش، درسته؟ بالاتر از این ها حتی. خیلی خوب. حالا تا قبل از اینکه اون تصمیم بگیرید میخوایم ببینیم چه اتفاقاتی افتیده تو زندگی شما و اتفاقاتی که فکر میکنید به درد بیننده ما خوره رو توضیح بدید. از دبیرستان شروع کنیم. اولش که خب کلا ورزشکار بودم، فوتبالیست بودم و فوتسالیست. 2 تا نایب دبیرستان؟ بله از بچگی 2 تا نایب قهرمانی فوتسال کشور دارم با تیم یزد و خب فوتسالیست خیلی خوبی هم بودم و هنوزم که هست فوتبال خیلی دوست دارم، دنبال میکنم، ساعت ها شاید فوتبال ببینم. و خب تا سال تقریبا پیش دانشگاهی فوتبال حرفه‌ای بازی میکردم، ولی خب بخاطر که اصلا اون شرایط و بستر مهیا نیست و استانی از نبود، الان خیلی بهتر شده برای پیشرفت و درس هم خیلی خوب بود. بین این دوراهی هم موندم و فوتبال گذاشتم کنار. ورود کنم به درس چطور بوده؟ درس هم خوب بود، رتبه 960 انسانی شدم و لیسانس 60. بله خیلی بهتر از این نامه شدم، ولی خب خیلی درس خوب بوده. خیلی خوب بود و فایده ای داشت درس بهتون؟ درس بی فایده خب همیشه بگم، ولی خب چه فایده دنیای من نبود. من لیسانس حقوق دانشگاه یزد گرفتم و گذاشتم کنار. برام مدرک تحصیل این لیسانس حقوق دانشگاه یزد. خب خیلی هم بابا دوست می‌داشت که من ادامه بدم و بابا همه دوست دارم. بابا علی بازیو آب یزد.
ولی خب میگم خب دنیای من این نبود و کلا سرنوشت من تو ورزش بود. حالا بعد که فوتبال نشد دیگه، ولی این که بگم از بچگی دوست داشتم بدن ساز شم این واقعیت نیست. اصلا یهو سال یکی از دوستان یادمه توی جمعی بودیم بحث شد، گفتم که من بدنم حس میکنم که میتونم بدنم خوب شه برم. گفت نه تو هیچ وقت قرار نیست. یادمه این حرفا که زد قشنگ یادمه. شبش من از یکی از رفقا زدم و گفتم فلانی چون میدونستم اون دستی به ورزش بدن سازی داره، مربی خوب توی هست یا فلان که اینجا حالا جا داره بگم اسمشون خالی از لطف نیست. اولین کسی که دمبل داد دست من واقعا ابوالفضل یاوری پیش کسفت ورزش استان معرفی کردن و رفتم بغل آقای یاوری و شروع کردم به ورزش. و خب بعد از چند ماه دیدم که اطرافیان میگن که تغییرات خیلی محسوسه و آینده داری تو این ورزش. خودم هم خب میدیدم حس میکردم و ادامه دادم. یعنی استعدادشو داشته؟ بله، چون این ورزش حقیقتا چیزی که بخوام واقعیت بگم، حالا واقعیت شاید اصلا تلخی هم باشه ولی 50% به نظر من ژنتیک این ورزش 50% خیلی به نظر من درصده. هر کسی نمیتونه. نه ولی با تلاش خب مسلما همه چیز میشه، ولی خب سختی آسونیه. راه برای اون که ژنتیک بهتری داره مسلما کار خیلی راحت تر و شاید سریع تر به اون داستانه برسه. دیگه چه موضوعی میتونه وارد شه که فکر میکنید از اون دوران حالا کم کم بیاد بالاتر؟ یه ادامه دادم و ورزش کردم و تا هیبه میگفتم مسابقه بده. بعد منم مثل همه جوانای اون سن و سال میگفتم مسابقه دادن خرج داره. یادمه که مربی توی یکی از باشگاه گفت که خدا پول بدن مسابقه یا میرسونه. خیلی جالب بود دیالوگ، هیچ وقت تو ذهن من پاک نمیشه. و سال 98 و خیلی جالب، من اولین بار سال 95 و 6 بود فکر کنم با آقا ابوالفضل یاوری می‌خواستم مسابقه بدم، چون من خیلی شیکمم و این خیلی تو داستان زندگی من عجیبه. اطرافیان میدونم من فوق‌العاده‌ام خوش خوراکیم. یکی از بزرگترین لذت‌های زندگیم غذا خوردنه که سرنوشتم شد این. چه غذایی؟ غذا اصلا رو نمیشه بگم به قهرمان بگم چه غذایی. و همه میدونن، اونایی که منو میشناسن میدونن اصلا اولین انتخاب من همیشه کله پاچه. خیلی غذا رو دوست دارم. دوربینای الان خط شد سر بس کله پاچه بودیم. خب دیگه چه غذایی؟ غذا عدس پلو و گوشت دیگه میگو بله پیتزا. خیلی غذای زیادی هست. لذت می‌برده بسیار غذا خوردم. شنیدم توی یه ماه بالای هر روز کله پاچه بوده. بله پتانسیلش راحت دارم که هر روز. بعضی وقتا یادم مثلا 18 سالم که بود بعضی صبح را قائمه که از خونه میرفتم بیرون که مامانو میفهمه که منم کله پاچه بخورم. میگفت بالاخره همه کله پاچه میخوری اتفاقی وارد میفته و قائمه که میرفتم اینقدر یعنی شکم بودم. خب برم بالاتر. مسابقه را می‌خواستم آقای یاوری وایسیم. اصلا این نکته شد که رسیدم که یک هفته مونده مسابقه تو خونه یکی از دوستان بودم. یک هفته دقیقاً 17 سالم جوانم می‌خواستم وایسم. در یخچال هوا کردم و آب بخورم یه حل ورده دیدم تو یخچال خودش. و یه اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. هم کل ظرف حل ورده خالی شد. و یک هفته مونده بود مسابقه، رژیمش شکستم. و مسابقه ندادم، نتونستم مسابقه. خاطر یکی الورده یعنی نه میشد برگردم ولی خودم دیگه نمیتونستم. اینقدر یکی الورده اون لحظه بود، بعدش اتفاقای زیادی تا آخرش هم افتید ولی میشد برگشت. ولی دیگه بالاخره ما خیلی هم جوان بودم و همون خیلی درس ها به من داد همون اتفاق. مثلا و بالاخره نکنید مثلا یعنی خیلی از برای خیلی ها اتفاق میفته، خیلی ها مخصوصا تو سن 17 سالگی. ولی خب از اون روز به بعد دیگه این مشکل من خودم برای همیشه حل کردم. یعنی این ترس تو وجود من که مبادا من یه روزی رژیما بشکنم مثلا دیگه نیست. خب الان این مشکلی که شما دارید اکثرا ما داریم، بیننده هم دارم. راهکارش چی بوده؟ نکن تا هدفی نباشه مسلما نمیشه اینقدر سخت خودت بگیری. اصلا
عادی نیست این همه رژیم سختایی کسی بخواد تحمل کنه، چون هر وردم چیز بدی نیست مسلما، خوردنش اون لحظه خطرناک نیست. حالا تا سال 98 اولین مسابقه رو دادم و اولین بار بود که اون وقتم هیچ وقت یادم نمیره، اون سال اولین بار بود که بابام به خاطر من میومد یه جایی که ببینه منو و سال 98 من توی از اوت شدم. یعنی اصلا هیچ بعد اون همه زن خیلی هم اون سال خودش تلاشایی هم که کردید که رفته روی استیج من اگه میشه بگید من همیشه هزار خودم میذارم، یعنی من تو هیچ کاری من با شما اگر پلی استیشن بازی کنم همه کاری میکنم شما رو ببرم. خب برام اون استیج چقدر وقت رژیم داشتید و شرایط رژیم 2 ماه 3 ماه 2-3 ماه داشتم یا حق نداشتید بخورید؟ چی بگم میتونستم بخورم خیلی بهتره 4-5 گرم بیشتر یه مثل همه تخم و برنج آب پس بگم برنج کته سینه مرغ آب پس ماهی مرغ آب پس بدون هیچ ادویه یعنی؟ ادویه میتونیم بخوریم روزای آخر ادویه روزای آخر بله مثلا 1-2 روز آخر، حالا بستگی به وزن داره و بستگی به نگاه مربی و خیلی عوامل دیگه. مثلا من یادم اون سال 98 چیزی که مربیم صلاح دیده بود از 1 شنبه تا 5 شنبه صبحونه نهار شام من ماهی تیلاپیا می‌خوردم فقط و از 3 شنبه به بعد بدون هیچ گونه ادویه‌ای. خب اوت شدم و خیلی سخت بود برام، خیلی سخت بود برام، یعنی تا 1-2 ماه واقعا افسرده بودم. به روزای اول میگفتم مثلا ویل کن دیگه، من بیخیال اصابم خورد بود. ولی بعد مدتی دوباره دیدم نه این کار نیمه تمومه نمیشه، دوباره ادامه دادم و اولین میدان ما سالی همون 98 فکر کنم طلای شمال شرق تهران گرفتم، خیلی برام شیرین بود اولین میدان و فیزیک کلاسیک. و 2 سال بعد دوباره برگشتم روی استیج از سال 1400 با آقا نیما خانزاده که الان حدود 5 سالیه دارم باشون کار میکنم. من سوال شده بود دیده بودم تو کی آقای نیما خانزاده بود؟ شخصیت بسیار دوست داشتنی و بزرگ که خیلی چیز آمد تو این 4-5 سال از آقای خانزاده یاد گرفتم و اصلا مدیونشم، واقعا به معنای واقعی کلمه خیلی انسان بزرگی هستن ایشون و خیلی به من کمک کردن تو این چند سال. به فارغ از مربی بسیار دوست برادر همراه همه اینا هستن برای من. بحث بین مربیگری اینا فقط محدود نمیشه به واژه استاد شاگردی، خیلی فراتر از این هست. با همینجوری هم به منم خیلی لطف دارن چون بالاخره من 5 سالیه که با آقا کار میکنم. خصوصیات خودتون هم گفتید یه جورایی. به سال 1400 برگشتیم با آقا نیما دوباره و خدا رو شکر اون سال 2 تا دست وایسادم و تو یزد دست 2 بادی کلاسی وایسادم، قهرمان شدم. 75 کیلو بیلدینگ هم قهرمان شدم. قبلش هم تو ورامین وایساده بودم قهرمان شده بودم و یه قهرمانی ها اون سال تو استان قم برنز گرفته بودم. سال خیلی خوبی بود اون سالم رفتم برای اوورالی ولی دوست خوبم اوورال شد و من نشدم. واقعا اون سالم کیفیت بدنم جوری نبود که بخوام اوورال شم. الحق و الانصاف سال چند؟ سال 1400. بعد اوورالی 2 سالی برگزار میشه؟ نه اوورالی تو همه مسابقات چقدر وقتی مسابقات هر سال برگزار میشه تو 2 تا تایم، شهریور یا اصلا تابستون و زمستون. زمستون خب همیشه بهمن ماه بوده ولی تابستون یه خورده بعض وقتا مرداده بعض وقتا شهری بره به فرق میکنه یه خورده عقب جلو. تو هر شهری معمولا تو هر استانی معمولا مسابقات پرورش اندام 2 بار برگزار میشه، تابستون و زمستون. اوورالی هم همه مسابقات داره تقریبا دیگه. خب حالا چرا انا یعنی 1402 شما اوورال شده؟ تو 1400 دنیا کنه قشنگ مثال اون مجسمه یکی مسلمم مجسمه اگر 2 تا چکش بخوره زیبا نمیشه. زیباترین مجسمه اونیه که بیشترین چکش خورده باشه. منم تو این سالا بالاخره خیلی وزن خورد بدن و تمرین کردم، رژیمای
زیادی کشیدن و رژیمی که بالاخره میری و بدن به اصطلاح بدن سوزا پرو خالی میشه، یک لول میفته رو بدنه. بدن تو پخته تر میشه، عضلات زیباتر میشه، حجم عضلات بیشتر میشه، بدن با کیفیت تر میشه، خودت با تجربه تر میشی و همه اینا باعث شد که این اتفاق بیفته. برم با جزئیات. از زمانی که شما تصمیم گرفتید برای سال 1402 اوورال بشید، مو به مو ریز به ریز اگر که میشه دونه دونه سختی ها بیشتر مد نظرمه، چون مخاطب ببینه آقا چی شده که شروع کنه. 2 سالی بود که 1 سال و نیم بود که خب از مسابقه دور بودم و به دلایل شخصی اگه یه سری مشکلات بودم که اصلا از دنیای ورزش عادی هم خیلی دور بودم. من حتی و اولین بار بود شاید تو زندگیم که 6-7 ماه تمرین نکرده بودم. تقریبا اوایل سال 1401 بود و خیلی افت بدنی شدیدی داشتم، ولی خب خدا رو شکر تموم شد، حل شد یه سری مشکلات و رفتم تهران پیش آقا نیما و گفتم آقا نیما داستان اینه، هدف اینه و مثل همیشه کمکم کرد و یادم تقریبا استارت اولیه پیرن مسابقه را ما وسطای فکر کنم عید بود یا بعد عید بود، اوایل برج 2 بود یا وسطای عید بود که 15 فروردین ما شروع کردیم به اصطلاح دوره حجم رو و تمرینات خوب بود، همه چی خوب پیش میرفت. مشکلات بازم بود ولی دیگه ما شروع کرده بودیم و جایی نبود که بخوام فرصتی از دست بدم یا یک روز بخوام از دست بدم. با تمام مشکلات ادامه دادم. همینجوری مشکلات بود تا بالاخره جایی تموم شد و از برج 7 تقریبا بود که ما استارت به اصطلاح رژیم مسابقه را زدیم و این طولانی ترین رژیم تمام دوران مسابقه من بود. اما 8 تا 8 1 ماه، 9 2 ماه، 3 ماه تا 11 4 ماه، نزدیک به 5 ماه تقریبا این رژیم طول کشید. 5 ماه هیچ وقت اینقدر رژیم نبودم و فکر کنم بقیه مسابقه هم هیچ وقت رژیم نبودم. معمولا همه از اوایل برج 9 یا اواسط برج 8 استارت رژیم مسابقه رو میزنن. یکی کات بریم. از رژیمتون داشتید میگفته چی ها خورده تو این 5 ماه. حالا میدونم خیلی اتفاقا افتاده تو این 5 ماه در رابطه با رژیم، اول بگید تا بریم ببینیم. چون امسال هدف خیلی بالاتر بود و ما بر اوورالی فقط می‌خواستیم با آقا نیما بریم، خب شرایط خیلی سخت‌تر شد، رژیم سخت‌تر، تمرینات سخت‌تر. فقط فکر کنم یکی خواب کاو خوردم تو 5 ماه فقط برای اینکه با خیار سبز، یعنی بعضی وقتا روزی فکر کنم 12 تا خیار سبز می‌خوردم فقط برای اینکه سیر بمونم. چیزی نتونستید بخوره؟ نه مسلما شرایط جوری بود بعضی وقتا که نمیشه به خاطر وزن. شاید شما صبح تا شب کاو و خیار سبز؟ نه مرغ و اینا خوردم ولی اینقدر مثلا چون سیر نمیشدم مسلما. من با 2 ماه با 5 تا قاشق برنج زندگی کردم مسلما، با 2 وعده تمرین، بعضی وقتا 3 وعده تمرین اواخر مسلما سیر نمیشدم، خیلی سخت بود. و امسال میگم خیلی شرایط سخت‌تر بود و حتی در روز بعضی وقتا روزی 4 تا کاو، 3 تا شاید 2 تا کاو خوردم که فقط سیر شدم. دوباره خوردن این کاو به خاطر سردی و این داستان و همینجوری مرغ و اینا سری شرایط سختی بود، اصلا دل درد و اینا که شب تا صبح چقدر خدا میدونه که ما با درد دل و شرمنده غار رو بوره شکمون بودم تا صبح از گشنگی، ولی خب چاره ای نبود. و آقا نیما همیشه بهم میگفت یاسر میگن میخوای قهرمان شی باید گشنگی بکشی، باید سختی بکشی. خیلی شرایط سخت بود امسال مخصوصا اواخر، چون بدنم به اون پختگی رسیده بود، اون 1 کیلو 2 کیلو آخر خیلی سخت کم میکردم. یعنی من برای مسابقه یزد حدود 20 ساعت فکر کنم که آب و غذا نخوردم که برسم سر وزن. حالا یه حرفی میخوام با مخاطب داشته باشید. این کاری که شما انجام دادید محروم شده از خیلی چیزا تو 6 ماه. خیلی ها میخوان مواد ترک کنن، خیلی ها میخوان خیلی از عادتهای زشتشون رو و غیره قهرمان شن. باید از این سری چیزا بگذرن. دقیقا همون SEO دارن که شما تجربه کردید. تو این 6 ماه فکر میکنه چی باعث میشه که بهشون کمک کنه؟ یه جمله، یه حرفی دارید با مخاطبتون
بزنید که بهش اعتذار کمک شه. نگاه کنید بعضیا دو تا دیدگاه معمولا بین آدم‌ها که میگن آقا این زندگی، من دیدم ولی شنیدم اینا رو که میگن چرا ما اومدیم به این دنیا اجباره، ما نمی‌خواستیم، چرا از ما نپرسیدن. ولی به نظر من نه، واقعا یک فرصته، یک بار زندگی که نه، این دنیا خیلی زیبایی داره به نظر من، و حتی همین سختی‌هایی که من میکشم خیلی زیباه. وقتی یک فرصتی یک بار در اختیار شما قرار داده میشه، به نظر من چیز مهمیه، خودش دلیل بر مهم بودن زندگی دیگه. یک بار بودن یعنی مهمه، تنها فرصت توه. و به نظر من حیفه که بذاریم هدر بره، مخصوصا تو یک سن نوعی مثلا 17 تا 25 سالی که به نظر من دوران طلایی زندگی هر آدمیه و خیلی انگیزه میشه که مثلا من خودم بزرگترین انگیزم برای این اوورالی خانوادم بود، به مخصوصا پدرم. من دوست داشتم که مثلا حتی دوستانم، شما آقا حال کنی از اینکه من رفیقتم، کیف کنی از اینکه رفیقت قهرمانه، یا پدرم مثلا افتخار کنه که پسرش 4 جا میره یا عکسشه یا اسمشه، هر کی که با من در ارتباطه. یعنی من حتی جنگیدم برای اینکه خودمو عزیزانم، یعنی پرچم خودمو همه خانوادم، رفیقام، جایی که زندگی همه را ببرم بالا. و بالاخره نکنید بعضیا اون حس جاه طلبی را ندارن، بعضیا به دنیا اومدن که همینجوری سرسری زندگی کنن. من به مامانم میگفتم، مامانم همیشه میگه نکن اینقدر سختی. یعنی بزرگترین آرزوی مادر من اینه که من یه روزی بشینم جلوش بگم و بره همیشه مسابقه تموم شد. یعنی مطمئنم اون روز بهترین روز مادر منه، چون مسلما خیلی سختی نمیتونه ببینه این همه سختی ها که من میکشم. فکر میکنم هرچی هم توضیح بدید بازم نه، هنوز کنار نیومدم. از 18 سالگی الان 26 سالمه، این ورزش دارم دنبال میکنم. هنوزه وقتی مسابقه میدم اولین جمله که ما بعدش میگه دیگه تموم شد، یا هنوز هر بار من میپیچونم و خیلی غصه میخوره مادرم، خیلی غصه میخوره. ولی میگم من به مامانم گفتم که مادر، من به دنیا نیومدم که همینجوری عادی بخوام بیام و عادی برم. اصلا من با این مسئله نمیتونم کنار بیام، میرم که همینجوری عادی زندگی کنم، شب و صبح کنم، صبح شب کنم. و یه بزرگی میگفت اینجوری زندگی کن که اسمت با خودت زیر خاک نره. و من همه تلاش دارم میکنم برای همین داستان که یه وقتی رفتم اینقدر زود لااقل فراموش نشم، یه جای اسمی از من باشه. این حس خب تو وجود همه نیست، ولی خب من مسلما دلیل بزرگم همین بوده که یه جوری موندگار باشه یه چیزی از من. ای کاش همه ما واقعا این حس رو داشته باشه، اون برش بجنگیم. بعد حالا تو این مدت چند تا خاطره فکر میکنید خیلی سخت بوده؟ چند تا خاطره که تو این مدت داشتید میتونید بهش اشاره کنه؟ خیلی چیزا من والا یه حرفی را به شما مردم نشسته که تو خلوت زدم به خدا روم نمیشه از سختی های این. یعنی من اول جمله بگم، من افتخار میکنم به یکایی که اون عزیزان و دوستانی که تو این رشته دارم سختی میکشن، اون جوونی که 18-19 سالشه 17 سالشه و از همه خوشیاش زده و خیلی هاشون شاید سرکوفت بشنوه از خانواده هاشون. البته الان چون بالاخره خاطر دنیای مجازی خیلی چیزا بهتر شده، خیلی خانواده ها بهتر میتونن بفهمن ببینن، ولی این تو همه ماهه. این که تهش که چی، این بدترین سوالیه که میتونید از یک ورزشکار مخصوصا بدن ساز بپرسید. نپرسید تهش که چی، چه چیزی مهمتر و بهتر از حال خوب اون آدم. حالا حتما خانواده در مسابقه میدیم 20 میلیون بدن، بله کم لطفی خیلی زیاده. جایزه اوورالی من امسال اصلا یه مبلغی بوده، بازم خیلی ممنون که امسال اتفاقا خوب بود. نه تنها من، همه جای دیگه میدن که هنوز دادن که اصلا حالا چطور شده نفهمیدم. گفتم بله میدن که اصلا آدم روش نمیشه نسبت به خرجایی که کرده. حالا میرسیم به قیمت تو اینا در وایسد میرسیم قشنگ مفصل. و این داستان خیلی چیزا بود. مثلا این اواخر، حالا من این حرفو میزنم یک چیزی برام تعریف کردم، همونم میگم، من نمیگم افراد گفتم بگید، یعنی من خودم تحت تاثیر قرار گرفتم به شخصه از اون حرفی که زدم و همون فرداش از این سری چیزا گذاشتم. اون قضیه پیسه که گفتید و حالا اواخر والا
بگم حالا گفتی دیگه برو گفت. حالا من یک حیوان خونگی دارم که یه سگی هست، همدم تنهایی های من بودیم چند ماه. خوبه. خدا شاهد این حیوان خونگی و این سگ، من اواخر به اصلا این حرف از اختار خدا میگفتم خدای عظیمت تو شکر کامل تعریف کنید که وقتی مثلا این غذا میدادم به سگم ماست، من خیلی لبنیات دوست دارم مخصوصا ماست، اون اواخر به غذای سگم حسودی میشد و وقتی به سگم ماست میدادم دست و ماستی میشد، یعنی آرزو بود که همین کوچیک که سر انگشتامه بچشم. به زودی رفتم دستمو میشستم و با یه حال خیلی بدی میگفتم خدای عجیبه اصلا این حس آدم به چه روزی میفته که به غذای سگش حسودی شه. حتی آخر کاری یا غذام با سگم یکی بود، یعنی چون روزای آخر من باید مرغ میخوردم بدون هیچ گونه ادویه‌ای، نمک فلفل هیچ. خدا شاهد سگم همچین جای من میشستم این پایین بود، به خدا یه خورده خودم میخوردم یه خورده میدادم و به خودم میگفتم که هیچکی نمیتونه اینا رو ببینه و به خودم میگفتم که خدایا شکرت، ولی باید این سختی اصلا باید این اتفاق اینا درسه همش به نظر من. خدا بید میگه امروز اینجوری هستی 2 روز بعد اوورالی، امروز غذات هم نشینید این حیوان خونگیت تو، ولی 2 روز بعدش همه این سختی ها، یکیش این بود، یکیش هم تولد خواهر زدم و خواهرم بهمنه و نتونستم اصلا نمیتونم تولد برم چون نمیرم، چون اذیت میشم، نمیتونم بگم من اینقدر قدرت من نیستم خودش که برم بشینم همه کیک بخورم. آخه دقیقاً هم روز مسابقه من بود، یه روز 2 روز قبلش بود و نتونستم برم، خیلی ناراحتم کرد. و عروسی پسر عمم روز مسابقم بود، اینا اون وقت استوری هم گذاشتم تو اینستا صفحه مجازی، گفتم که پسر عمم خیلی عزیز دارم که اینجا بازم بهش تبریک میگم که روزی که من اوورال شدم هیچ کدوم از اعضای خانواده من خونه نبودن، اینم خیلی حالم بد کرد، اصلا یزد نبودن، یعنی من دوست داشتم با کاپ اوورالی برم اولین جا خونم، نه مامانم نه بابام نه برادرم نه خواهرام همه بندر عباس. دقیقاً روز 20 عروسی پسرم من بود که خیلی هم برای من نازنین بود، خیلی هم من دوستش داشتم، خیلی خیلی زیاد و خیلی ناراحت شدم و خدا رو شکر که این اوورالی به دست اومد. اگر این اتفاق نمی افتاد مسلماً که خدا رو شکر بهاش دادم و با هم دیگه در رفت یا جورایی. خدا رو شکر زیاده از این مورد خیلی خیلی زیاده، یعنی هرچی بخوام بهتون بگم راجع به این سختی شاید خیلی الان میبینم میگن ما هم رژیم ما خوی ادا نداریم این داستانا، ولی من همیشه میگم یکی از بدترین چیزهای دنیا اینه که درد یک انسان یا رنج یک انسان یا کتمان کنی. آدم چون به نظر من هر کسی یک گنجایشی داره، یکی آقا شما میتونی این دردی رو تحمل کنی، یک کسی آقا نداره گنجایشی که پس هیچ وقت درد آدم ها رو کوچیک نشماریم. به نظر من این خیلی به نظر من بده که میگیم همه مشکل دارن، درسته همه مشکل دارن، کم و زیاد مسلما وجود داره، گنجایش آدم ها با هم دیگه فرق میکنه. من از این دیالوگ واقعا بدم میاد که بخیم درد کسی یا اجوری رفتار کنیم که اینقدر عادیه، نه اینجور چیز نیست واقعا. برای من یاسر من مامانم یکی دیالوگ موندگار بهم گفت اگه تو فرزند منی من تو رو به دنیا آوردم، من باورم نمیشه تو این رژیم رو بگیری و تحمل میکنی. بله مسلما کسی که عاشق من خیلی سخت کله پاچه کسی که من شنیدم کسی که من شنیدم تو ماه 30 روز 20 روز بالای 20 روز هر روز کله ما خورده واقعا. خب جوون بودم حالا پیش شده روز مسابقه سری بره روز مسابقه حالا فیلماش هم بذاریم. اصلا بهترین روز زندگی من تا به امروز روز مسابقه بود. اینجا حتما بگم چقدر از دوستام توی این مسیر کمکم کردن، یعنی هر چی که بگم اصلا میترسم اسم بیارم یا کسی از قلم بیفته، اسم نمیارم. خیلی از دوستام خودتون میدونید و خودشون میدونن، دستشون درد نکنه، خیلی کمکم کردن. روز مسابقه خب خیلی حال خوبی داشتم، خیلی حس حال خوبی داشتم. دقیقاً شب قبلش خودم تو باشگاه خودم رفته بودم آنالیز کرده بودم بدنم دیده بودم
و یه جورایی فقط منتظر بودم انگار که برم رو استیج و اوورالیا بگیرم. یعنی فقط باید زمانش فرا میرسید. اینقدر مطمئن بودم از آمادگی خودم، از زحمتای خودم و من مطمئنم این دیالوگ خیلی دیالوگیه که الان میخوام بگم شاید خیلی به اصطلاح لاتیه، ولی من مطمئنم هیچ بیشتر از من زحمت نکشید این مدت. من این جمله را قشنگ میگم، شاید بدن ژنتیک بهتر از من تو اون سالم شاید خیلی ها بودن، شاید زیباتر از من خیلی ها بودن، شاید اصلا هر چی از همه نظر از من بهتر بودن، ولی هیچ کی نمیتونست اونقدری که، یعنی اگه اونا زحمت کشیدن من 10 برابرش کشیدم، اونا 10 برابرش کشیدن من 100 برابرش کشیدم. خیلی توی این مدت زحمت کشیدم. به روز مسابقم رسید، روزی که چندین سال من منتظرش بودم و خدا رو 100,000 مرتبه شکر بعد از طلای دست دو که اومدم پایین، اونجا تقریبا همه چی شروع شد. به اون چند دقیقه‌ای که با اوورالی فاصله داشتم همه این سختی‌ها گذشت از جلوی چشم. پدرم، مادرم، چقدر روزایی که ندیدمشون، خیابونایی که بعضی وقتا به خدا میرفتم، الان میرم این سری جا میبینم مثلا این سری جا تازه اسفالت شده. یعنی اینقدر زندگی من محدود میشد به باشگاه خونه. 5 صبح تمرین، که بعد از تمرین 7 شب تمرین، همش تمرین، باشگاه خونه، هیچ جای دیگه من نمیرفتم، هیچ جای دیگه. 6 ماه 7 ماه هیچ جا. و بعضی وقتا میرم میبینم مثلا این مغازه و جدیدی اصلا شهر عوض شده. چقدر خدا رو شکر لحظه اوورالی رسید و رفتید بالا. 6 نفر رفتید بالا؟ 5 نفر 5 نفر رفتید بالا. خب چی شد؟ 5 نفر رفتیم بالا و بین من یکی از ورزشکارهای خوب از همون اول جدامون کردم و معلوم شد که رقابت بین من و اون دوست عزیزمون. و خب اون لحظه ای که جابجا می‌کردن اسم ما خوندن شماره 4 بیا وسط، من اون لحظه فهمیدم که الان وقتشه. و قبل اینکه برم روی استیج گفتم خدایا 6 7 دقیقه 7 8 دقیقه روی استیج هستم. یعنی من 6 ماه نه، شاید من بگم 7 8 سال زحمت کشیده بودم برای این همچین روزی. گفتم خدایا این 6 7 دقیقه هرچی تو که دیو یاسر هوا منو داشته باش، تو فیگورا کم نیارم، خیلی مهم بود. اینجا را سیف کن، اونجا چول میشه، اونجا یعنی یه لحظه یه جای تا وابیدی دادی امتیازا فیگورا دادی و خیلی مهمه. 5 6 دقیقه همه عضلات محکم سفت. اون داستان فیگور گیری خودش خیلی سخته، تو این همه زحمت میکشی باید 5 6 دقیقه هرچی داری ارائه بدی، هرچی داری. و جو سال رو مثلا خیلی جو خوبی بود امسال، خیلی مسابقات خوبی بود به نظر من از همه نظر. چقدر دوستان میفهمیدم که اونجا اسم و صدا میزنن و همین خودش خیلی تاثیر گذاشت تو روی جنگندگی من، خیلی بالاتر در اون لحظه که اسم صدا زدم این چه داشت تمام داری اون لحظه چیزی که از فیلم ها معلومه اصلا دست خودم نبود، اصلا ناخودآگاه اشک از چشمام اومد، چون یه سال 2 سال یه سری مشکلاتی بود تو زندگی من که اصلا نمیشه بگم، قابل گفتن نیست و دوست ندارم راجعش صحبت کنم. خیلی سختی ها فراتر از این چیزایی بود که من گفتم، خیلی زیاد، خیلی زیاد. و اون لحظه اصلا بهترین حس دنیا بود، خیلی حالم خوب بود و اصلا دست خودم نبود. یادمه دست گرفتم فکر کنم اینجوری رو صورتم و هر چی جلو خودم رو گرفتم نشد. بعدش هم خب نشستم رو زمین و الان که فکر هنوزه شاید به امروز سال 100 بار دیدم این فیلم ها و ثانیه به ثانیه‌اش رو حفظم. خدا رو شکر، فقط میتونم بگم خدا رو 100,000 مرتبه شکر که این سختی ها بالاخره نتیجه داد. و واقعا من که دیالوگ دارم انما العسر یسرا رو من همیشه میگم به رفیقام، قطعا بعد در سختی آسونیه که من اینو با همه وجودم اینا حس کردم و اون لحظه خب میگم اون روز بهترین روز زندگی من بود. به خدا رو شکر چه چیز بهتر از این که آدم خودش رو به خودش ثابت کنه. این ورزش خیلی دوست دارم چون کار هر کسی نیست. اگر آسون بود همه انجامش میدن. خیلی ها میگم پول، خب بیاد ما یه چی میدونم یه 100,000 نفر من نشونتوندم که راحت پولش دارم، کو بدنش. نه نیست، اول اراده، اول تا آخر اراده و پولم بی تاثیر نیست.
ولی واقعا اون اراده و سختی تحملش کار هر کسی نیست و بازم میگم من به همه ورزشکاران این رشته افتخار میکنم. شما واقعا ایول. درباره حالا بیام درباره مبلغی که شما هزینه کردید و کسایی که تو مسابقات شرکت میکنن هزینه میکنن چند در میاد حسابش کردید؟ حالا هیچ وقت خرجی که میشه تو این مدت تا هیچ وقت من حساب نمیکنم چون اصلا خورد میشه البته و یه مبلغی میشه که واقعا شاید به همت بریزه، یعنی به خودت میای میبینی شاید این مبلغ باش میتونستی که وسیله نقلیه این موتوری ماشینی به خدا من هیچ وقت حالا حساب نکردم ولی میدونم هزینه اوورالی شاید خرج 10 روزم بود، شاید خرج نخوام اغراق کنم بگم خرج 3-4 روزم بود و اینا، نهایت 2 هفته بخوام خیلی خوشبینانه نگاه کنم قیمت 15 میلیون بود کلا، یعنی در کف شایگر بگم برای 2 هفته 10 روز تا 2 هفته بود. نه خرجی که شما کردید براش خیلی زیاد بالای 100 میلیون بره چیزی که من شنیدم یا نه معلوم نیست از چه تاریخی ما لحاظ کنیم. حساب کردنش هم خیلی سخته، نکنید فقط غذا نیست، شما هر اسکوپ وی که مخوری یا مثلا هر پروتئینی که باز حالا شما الان حدوداً بالای 5 میلیون بوده 100% مثلا آب خوردن بالای 5 میلیون تا 100 میلیون 100%. خب و جالبش اینجا هزینه جایزه ای که به نفر اول و اوورال کلی تعلق میگیره چقدره؟ به اوورال خب فقط جایزه تعلق میگیره؟ نه فقط حقوق دستشون درد میکنه. خب چند بدن؟ من شرمنده ورزشکار و خودمو هر شهری فرق میکنه خیلی جا، ولی امسال چیزی که تو یزد بود حالا بازم تشکر با تامین مبلغ 15 میلیون بود که خیلی بوده. همون کی تعیین میکنه؟ نمیدونم چه کارش بکنم. کی تعیین میکنه این مبلغو؟ به خدا دیگه فدراسیون دیگه. ما میتونیم بریم یک سوال داشته باشم ازشون که رو چه حسابی این مبلغ تازه خوب بوده امسال، میگم تازه امسال بسیار مسابقات از خوب بود، مدالای خوشگل تری خود سریقه به خرج داده بودن. تازه امسال من یکی از بهترین ورژن های مسابقه استان یزد دیدم، واقعا حقیقتا خوبش واقعا امسال خوب عمل کرده بود، یعنی رنگ خوب، سالن خوب، داورای خوب. به اینجا جادر تشکر کنم، واقعا مسابقه خوبی بود توی یزد. نظر شخصی منه، خیلی ها میگن نه و اعتراض دارن، نظر من به شخص این بود که امسال توی از مسابقات خیلی خوبی برگزار شد، بازم بهتر، خیلی بهتر از اینا میشه، خوشکی درش نی، ولی امسال هم خوب بود. کی تعیین میکنه 15 میلیون؟ به خدا آقا بگذره آورد آشیه نشه. کی تعیین میکنه؟ نه جدی میخوام برم اگر بشه یکی سوال بپرسم ازشون. فکر کنم یا بالاترین فدراسیون یزد تعیین میکنه دیگه. فدراسیون زرچیبا فکر کنم تو آذربایجان بود، یکی از بچه‌ها دیروز گفت اوورال جایزه 60 میلیون بوده فکر کنم. یعنی خودشون تعیین میکنه هر چقدر دوست داشته باشه. نوش جونشون بخیش. بله. زمینش خدا داشته باشه. هنوز نه. تازه بازم بگم این خوب بود نسبت به استان. راضیه؟ راضی. آقا چرا چه کار کردن که شما 15 میلیون گرفتی بالای 100 میلیون خرج کردی بعد میگی نه راضی؟ خب اصلا نکنه، اصلا این قدیم مبلغ نه چیزه، من میگم اصلا حیف زمان بگیر. بله مثلا دعوه داره منم تنه میزنم مثلا شما ویل کنید این مبلغ 15 ویدیو یاد باشه بعد برسیم چند تا سوالو تمامش کنیم دیگه، فکر میکنم بس باشه. بزرگترین درسی که تو زندگی گرفته فکر کنم شاید هم چند تا باشه شما و مخاطب. بزرگترین درسی که از زندگی گرفتم، چیزی که از زندگی فهمیدم اینه که با هیچکی خوب تا نمیکنه و آدمایی تو این دنیا به نظر من موفقن که جنگی باشن، یعنی اگه 100 بار بشکنن 101 بار گچ بگیرن، 100 بار بخورن زمین 101 بار بلند شن. بله. و تنها همیشه که جمله معروف دارم تو زندگیم برای همه میگم شاید تنها چیزی که از این دنیا خیلی خوب من یاد گرفتم جنگیدن و بارها حس میکنم که زندگی منو زمین زده ولی هیچ وقت موفق نشده، ولی از یه جایی به بعد یه جوری شرایط پیش میره وقتی که شما کم نمیاری دیگه این بار حس میکنم دنیا دست توه، یعنی اون باید طبق خواستای تو عمل کنه، این بار تو فرمان میدی و روزای خوب تو اون روز میرسه.
میفتی تو سراشیبی و به نظر من تا اون روز باید جنگید، نباید درشت کم نباید. آورد. باید اینقدر بجنگی تا یه جای دنیا دیگه ولت کنه، دیگه نه ما حریف این نمیشه. من این چیزا قشنگ با همه وجودم تجربه کردم، بارها دیدم، حس کردم، ولی و همیشه دست خدا را پشت سرم دیدم. اینا من همیشه همه جا میگم، یعنی اینقدر من با خدا رفیقم، اینقدر با خدا رفیقم. نماز بخونه خیلی با چند سالیه، متاسفانه نه، به 2-3 نظرتون سالیه. به نظرتون- خیلی دوست دارم. به کسی نظرتون که تاثیر داره ارتباط با خدا با نماز ارتباط ربطی با داره خدا به به هم یا نظر من نه؟ اصلا ربطی به نماز نداره. به خدا هم پشتتون بوده شاید یعنی دیدم با چشم که برام معجزه کرده بارها و این خوب نیستم، ولی بارها به خودش گفتم کاش دوباره توفیق داشته باشم که برگردم به قضیه. یه چند ثانیه یه حرف چیزی اگه تو دلتون مونده دوست دارید به مخاطب بزنید و ولی اول خب ممنون از شما، ما خب کاری نکردیم، شما بسیار دلنشین بود. ایشالله که اومدید، باشه همه که روزی که اومدید. ببینم خیلی خیلی بالا باشه، پست من تمه باشه و اون بالا ویدیو شما بزرگوار. بسیار پیشرفت کنید هر روز بالاتر. چون این اولین ویدیویی که گفتید من خیلی خوشحالم. در اولین ویدیویی که ما هدفمون این بود که آدم موفق رو بیاریم، یه چند تا قبل تمرین کردیم با دانشجو و شما اولین شخص موفقی بودید که ما دعوت کردیم و و بازم ممنون از می‌کنم. شما و اینجا تشکر خیلی خیلی زیاد از خانواده‌ام، از مادرم و مخصوصا پدرم. یعنی من خیلی خوش شانسم که فرزند این پدرم و حتی این اراده‌ای که تو وجود من هست. من اینم گفتم این چیزیه که من از بابام اسم کنم به ارث بردم، چون بارها این اراده را تو خیلی از چیزا تو بابام دیدم و مطمئنم این اراده را من از بابام به ارث بردم و انشالله که خدا همه پدر مادر را حفظ کنه. واقعا وجودشون نعمت. یعنی من اگر مادرم نبود هیچ قهرمان هیچ جا نبودم، قهرمان هیچی نبودم و دیگه وقتای سختی بهشون دادم، واقعا شرمندم. البته این اواخر تمام وعده‌های غذای ما خودم درست میکردم 6 وعده را، چون واقعا دیگه روم نمیشد که مادر ما بگتشون که واقعا دیگه از جایی بعد آدم روش نمیشه. ولی واقعا دارم میگم هرچی آدم داره از خانواده داره، مخصوصا بازم میگم پدرم واقعا تو این مدت خیلی اذیت شد و خیلی کمکم کرد، دست بوسشم. اوورالی من همونجا روی استیج موجی از اون پرسید اصلا بیدرنگ خدا میدونه بدونه که فکر کنم این قهرمانی تقدیم به چه کسی؟ از البوم اومد و زبون اومد. رابطه پدر پسر کلا البته رابطه پدر پسر غریبانه ترین رابطه دنیا. هیچ وقت من به بابام نگفتم دوست دارم. و یک نکته جالب، من وقتی بابام گفتم مامانم زنگم زد به پیامم داد گفت چرا تقدیم من نکردی و من پیام مادرم دادم نوشتم مامان بارها من به تو گفتم دوست دارم، بارها بغلش کردم، بارها بوسیدمش، ولی هیچ وقت این حرفا رو به پدرم نزدم و دوست داشتم که این بار اسمی از بابام ببرم. خدا حفظش کنه. خیلی ممنون. ان شاءالله که زحمتش کشید میشه جونتون. تو برم سلام. حرفی توش نیست. و اینکه اگه بخواید 2 نفر پیشنهاد کنید برای اینکه تو این زمینه ما باشون مصاحبه داشته باشیم که میتونید پیشنهاد کنید بهمون؟ همین پرورش اندام. بله. خیلی آدمای خوبی و بزرگی. یکی اون مد نظرم هبه. حالا میگه من همشون دوستم و همشون رو دوست دارم، همشون. یعنی اینجا بازم بخوام اسم ببرم، اولا یکی که بیاد به نظر من آقای حسین عدالت خان میتونه اون که بزرگم بسیار انسان خوب و بزرگیه، از اوشون هم تشکر میکنم، خیلی به من لطف دارن. آقای عدالت خان، آقای کیوان علیچی، خیلی اینجا جادر از آقای علیچی حتما تشکر کنم. اینا حتما پخش کنید دوستان. از آقای عدالت خان، از کیوان علیچی. آقای کیوان علیچی واقعا بمب انگیزه من، بمب روحیه من. یعنی من واقعا اگه 4-5 تا انسان هر کسی مثل کیوان علیچی داشت که اینقدر دور اما بسیار نزدیک، اینقدر دور اما تاثیرگذار، شاید من با آقای کیوان علیچی 5 بار رو در هم دیگه ملاقات کردیم، ولی به قدر انرژی مثبت به من دادن تو این چند سال واقعا ازش تشکر میکنم. آقای نیکوکار، خیلی ما قهرمانای خوبی داریم. سپهر نورانی که قهرمان جهان شد،
هم سن کوچیک‌تر از من هم 2 سال. حتما سپهرم سپهر سپهر نورانی 11 سال قهرمان کشور برنز جهان مسابقات کنم اسپانیا میان. آقا سپهر همه آدم‌ها که بسیار از ما بهتر اونو همشون دوستان ما هست. چون ما تازه شروع کردیم حالا تجهیزات دانشانی نداره با دور میده موبایل داره میگیره شک نکنید که دوستانی که اسم بردم بسیار آدمای بزرگی هستن پس دلگنده. ان شاء الله 3 تا برنامه بعدی اونم با این 3 نفر داره. هر چیزی نمون بازم تشکر از شما. خیلی سری میبنده مرش نوار خیلی برنامه کنیم دست نکنید خیلی ممنون.